سلام دوستای عزیز، امید است که خوب و صحتمند باشین. خب همین تو شیشته بودم یوتیوب سرچ میکردم ببینم کدام معلومات نه و کدام گپای همین تو جدید در مورد افغانستان اگه باشه. خب کارا و فعالیت هایی که سبب امیدواری آدم میشه، یعنی سبب ترقی و پیشرفت کشور. خب با سر خوردم با کانال قشتیپه، یعنی تقریبا مثلا امروز 14 هوت است دیگه، تقریبا 12 روز پیش از امروز، یعنی در 2 هوت روز چهارشنبه کار و فعالیت فاز دوم کانال قشتیپه آغاز شده بودن. قسمی که میبینین این ماشینری ها دولت کندن کاری کانال است. یعنی آدم ایره که میبینه واقعا یک قسم حس خوب و خوشایند برش دست میده، یعنی کشور ما بالاخره بعد از مدت های خیلی دور و دراز در حال آبادی است، ترقی و پیشرفت است. یعنی ساختن این کانال قشتیپه، این کانال آبی و عملی کردن این پروژه دیرینه افغانستان که حتی ما در یک از ویدیو شنیدم که از دوره زمان شاهی داود شاه، مثلا صدر اعظم داود خان، این پروژه برنامه ریزی شده بوده که باید یک کانال از دریای آمو بکشیم که شروعش از منطقه یکی از ولسوالی های شهر مزار شریف تا ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ادامه داشته باشه، که از دولت آباد و یک ولسوالی دیگه نیکچه نام داشته فعلا که کار از جا آغاز شدگی است، میگذره از ولسوالی آقچه و بعد از ولسوالی چی بود نامش خوجه دوکوی شبرغان و بعد میرسه به شهر اندخوی. یعنی پروژه واقعا یک پروژه خیلی بزرگ است، یک پروژه اقتصادیه که کشورهای خارج تکان داده. یعنی اوها به تشویش افتادن که مثلا چرا افغانستان در همچین یک کار دست زده، یعنی چرا این کانال یاد دارن تطبیق میکنن ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و همچنین کشورهای اروپایی، سازمان بین الملل همگیش داره مثلا سر افغانستان فشار میاره. اما بازم خوشبختانه دولت ما دیگه، البته فعلا دولت فعلی دیگه امارت اسلامی خب بازم دیگه چون که حاکم است فعلا در افغانستان دیگه، بنابر از بگیم دولت ما فعالیت کردن رایز که انشالله این پروژه تکمیل شود دیگه. این زمین های زراعتی که ما در منطقه های دوردست داریم دیگه زیر آبیاری قرار بگیره و ازش حاصلات بگیریم دیگه، با امید از اینکه این کانال تمام شود و از این بهره بگیریم.